7 دسامبر 1941 پرل هاربر مورد حمله قرار میگیره. اما به جای FDR در دفتر بیزی، تصور کنید دونالد ترامپ آن تلفن رو برمیداره. اینجاست که واقعا آدم را شگفت زده میکنه. تاریخ نگاران نظامی تاکتیک‌های مذاکره ترامپ، فلسفه اول آمریکا و سبک رهبری او را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که جنگ جهانی دوم میتونست کاملا متفاوت به پایان برسد. ما داریم درباره احتمال صلح جداگانه با هیتلر، یک دید کاملا متفاوت و تصمیماتی صحبت میکنیم که کل نظم جهانی امروز رو دگرگون میکرد. آنچه قرار است فاش کنم همه چیزایی رو که درباره سرنوشت سازترین نبرد تاریخ فکر میکردید میدونید به چالش خواهد کشید. یک وارد ماجرا شنیم. حالا قبل از اینکه این خط زمانی جایگزین رو بررسی کنیم باید اهمیت موضوع رو درک کنیم. جنگ جهانی دوم فقط یک جنگ دیگر نبود. این لحظه تعیین کننده قرن 20 بود. بیش از 70 میلیون نفر جان خود را از دست دادن. هولوکاست، سلاح‌های هسته‌ای، تولد سازمان ملل متحد، جنگ سرد، هر کدوم از این نتایج مستقیما تحت تاثیر تصمیمات خاص روزولت شکل گرفتن. حالا اگر رویکرد دیپلماتیک FDR رو با ذهنیت معامله‌گری ترامپ جایگزین کنیم چه اتفاقی میفته؟ پاسخ این سوال پیچیده‌تر و شوک‌آورتر از چیزی است که فکرش رو می‌کنید. دلیل اهمیت این موضوع اینجاست. ریاست جمهوری ترامپ به ما رهبری رو نشان داد که اتحادهای سنتی رو رد می‌کرد، معاملات دو جانبه رو به توافقات چند جانبه ترجیح میداد و از ترک میز مذاکره ابایی نداشت. حالا تصور کنید همین رویکرد دقیق رو در بزرگترین جنگ فاجعه بار تاریخ بشر به کار ببرین. کمربندا رو ببندید چون این خط زمانی جایگزین حسابی عجیب و غریب میشه. بیایید از 8 دسامبر 1941 شروع کنیم، روز بعد از حمله به پرل هاربر. در خط زمانی ما FDR سخنرانی معروف خود با عنوان روز ننگ را ارائه کرد و بلافاصله به ژاپن اعلام جنگ داد. اما اینجاست که ترامپ همه چیز رو تغییر میده. بر اساس سبک مذاکره مستندش، ترامپ احتمالا این اتفاق را بدترین معامله در تاریخ آمریکا جلوه میداد، اینکه ژاپن ما را غافلگیر کرد. تحلیلگران نظامی پیشبینی میکنند که او بلافاصله چندین رئیس اطلاعاتی رو به خاطر پیشبینی نکردن این حمله اخراج میکرد، یک کمپین رسانه‌ای گسترده علیه دولت‌های قبلی را میانداخت و خواستار انتقام فوری با نیروی قاطع میشد. حالا چیزی که واقعا شوکه کننده است اینجاست. سابقه تجاری ترامپ نشون میده که او به حملات با نیروی نامتناسب پاسخ میده تا سلطه خود رو تثبیت کنه. حمله پرل هاربر 2403 آمریکایی رو کشت. تاریخ نگاران نظامی تخمین میزنن که ترامپ نه یک بلکه 3 حمله تلافی جویانه فوری به شهرهای ژاپن رو تایید میکرد، آن هم شاید پیش از آن که پروژه منهتن اصلا وجود داشته باشه. ما داریم درباره کارزارهای بمباران متعارفی صحبت می‌کنیم که 10 برابر شدیدتر از چیزی بود که واقعاً در اوایل 1942 رخ داد. اما این همه ماجرا نیست. حالا به جنجالی ترین بخش میرسیم. آدولف هیتلر. در خط زمانی ما هیتلر در 11 دسامبر 1941 فقط 4 روز بعد از پرل هاربر به آمریکا اعلام جنگ کرد. اما اگر ترامپ رئیس جمهور بود چه میشد؟ اینجاست که اوضاع واقعا پیچیده میشه. رویکرد مستندتر ترامپ نشان میده که او هنگام معامله روابط شخصی را از ایدئولوژی جدا میکنه. اون با کیم جونگ اون سر یه میز نشست. او زمانی که منفعت استراتژیک میدید رهبران اقتدارگرا رو تحسین کرده است. تاریخ نگاران نظامی به نکته جالبی پی بردند. در اواخر 1941 هیتلر در واقع برای اعلام جنگ به آمریکا متردد بود. اگر ترامپ اول دست پیش رو میگرفت چه میشد؟ این سناریو رو تصور کنید. ترامپ یه تفاهمنامه عدم تجاوز با آلمان پیشنهاد میده. پیشنهاد چیست؟ تو حوزه خودتو مدیریت کن، ما هم حوزه خودمان را. از نیمکره غربی دور بمان، ما هم وارد اروپا نمیشویم. دیوونه کننده به نظر میرسه نه؟ اما نکته اینجاست. در واقع این موضع رسمی آمریکا در بیشتر دهه 1930 بود. به آن انزوا طلبی میگفتن. فلسفه اول آمریکا ترامپ در اصل نوعی نوانزو طلبیه. حالا شاید از خودتون بپرسید آیا هیتلر قبول میکرد؟ شواهد تاریخی نشون میده که احتمالاً بله. هیتلر از جنگ در 2 جبهه بیزار بود و با شوروی هم درگیر بود. بنابراین بریتانیا باید به تنهایی با آلمان می‌جنگید. نه وام و اجاره‌ای، نه تدارکات آمریکایی، نه امیدی به نجات.
چرچیل مجبور میشد یا با هیتلر صلح کند و کنترل اروپا را به او بدهد یا به تنهایی بجنگد و احتمالاً ضعف 6 تا 12 ماه شکست بخورد. عواقبش چه بود؟ کاملا فاجعه بار برای تاریخ بشر. اما فرض کنیم ترامپ تمام تمرکزش رو روی ژاپن، یعنی همان مهاجم واقعیش میگذارد. اینجاست که ذهنیت تجاری او تغییرات شگفت‌انگیزی ایجاد میکنه. سوابق ترامپ نشون میده که او سرعت و پیروزی‌های قاطع رو به کارزارهای طولانی و پرهزینه ترجیح میده. جنگ واقعی اقیانوس آرام 4 سال طول کشید و صدها میلیارد دلار هزینه داشت. کارشناسان نظامی پیش بینی میکنن ترامپ میپرسید چرا داریم جزیره به جزیره میرویم؟ مستقیم برید توکیو. شتاب عظیم در پروژه منهتن. استفاده زودتر از سلاح‌های هسته‌ای شاید حتی تا اواخر سال 1943 به جای اوت 1945. میدونستید که آمریکا در نهایت 2 میلیارد دلارای دهه 1940 برای پروژه منهتن خرج کرد؟ این معادل 30 میلیارد دلار امروزی است. ترامپ که به خاطر زیر سوال بردن برنامه‌های نظامی پرهزینه معروف است، شاید در اینجا بودجه را حتی افزایش بده، چون بمب اتمی پیروزی سریع و قاطع همراه دارد. اما چیزی که واقعا نگران کننده است اینجاست. بدون کارزار طولانی اقیانوس آرام ممکن بود سلاح‌های اتمی رو بسازیم بدون اینکه واقعا پیامدهای وحشتناک آنها را درک کنیم. جنگ کند و جزیره به جزیره به دانشمندان فرصت داد تا اثرات بمباران‌های متعارف رو ببینن و درباره اخلاق استفاده از سلاح هسته‌ای بحث کنن. به برنامه شتاب زده ممکن بود به جای فقط 2 بمب 5 یا 6 بمب اتمی استفاده کنیم. حتی بدتر ممکن بود اونها رو بدون هیچ هشداری به کار ببریم و شاید میلیون‌ها غیر نظامی ژاپنی رو بکشیم. حالا بیایید درباره اتحادها صحبت کنیم، چون اینجاست که رویکرد ترامپ تغییرات عظیمی ایجاد میکنه. در خط زمانی ما FDR اتحاد بزرگی ساخت. آمریکا، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی با هم همکاری می‌کردند. اما رفتار مستندتر ترامپ نشان میده که او به اتحادهای چند جانبه بی‌اعتماد است و معاملات دو جانبه رو ترجیح میده. معنای این حرف این است به جای یک فرماندهی واحد احتمالاً شاهد توافق جداگانه آمریکا و بریتانیا بودیم، با این تفاوت که آمریکا در ازای همکاری مطالبات بسیار بیشتری از بریتانیا میخواست. رابطه معامله محور با شوروی‌ها، سلاح در ازای امتیازات سرزمینی، بازنگری و مذاکره مداوم درباره شرایط بسته به عملکرد در میدان نبرد. تاریخ‌نگاران نظامی به نکته حیاتی اشاره می‌کنند. اتحاد واقعی به خاطر اعتماد و هماهنگی بلند مدت موفق شد. عملیات دیدی به 2 سال برنامه‌ریزی مشترک میان نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و کانادایی نیاز داشت. در رویکرد معامله محورتر ترامپ، فرمانده‌ها تخمین میزنند که عملیات دیدی یا 6 تا 12 ماه زودتر و با آمادگی کمتر و تلفات بیشتر انجام میشه یا اصلاً اتفاق نمیفته. در عوض آمریکا از طریق ایتالیا یا بالکان حمله میکنه. حالا نکته جالب اینجاست. ترامپ همیشه این سوالو مطرح کرده که چرا آمریکا باید بیشتر از متحدانش هزینه کنه. او احتمالاً از بریتانیا میخواست هزینه تجهیزات رو به جای لندلیز رایگان بپردازه. مشکل این بود که بریتانیا تا 1941 ورشکسته شده و توان پرداخت نداشت. پس یا آمریکا به تنهایی به اروپا حمله میکند و تلفات فاجعه باری میده، یا اصلا حمله صورت نمیگیرد و هیتلر کنترل را حفظ میکنه. هیچ کدوم از این گزینه‌ها خوب نیست. اینجا یک جنبه هست که بیشتر مردم با آن فکر نمیکنن: تبلیغات داخلی. جنگ جهانی دوم نیازمند بسیج کامل جامعه آمریکا بود. جیره‌بندی، حضور زنان در کارخانه‌ها، سانسور و اتحاد. اما سبک رهبری ترامپ بر پایه تعامل مداوم با رسانه‌ها، حمله علنی به منتقدان و ایجاد جنجال برای تسلط بر چرخ‌های خبری بنا شده است. تصور کنید توییتر ترامپ در دوران جنگ جهانی دوم چه شکلی میشد. ژنرال مارشال چنده، غم انگیزه، برنده میخوایم که کارو تموم کنه. دارم به جایگزین فکر میکنم. رسانه‌های جعلی میگن تولید بمب‌افکن‌ها عقبه. اشتباهه، ما بهترین بمب‌افکن‌ها رو میسازیم. تاریخ‌نگاران نظامی اشاره می‌کنند که این کار باعث هرج و مرج در ساختار فرماندهی میشه. تلاش واقعی جنگ به این دلیل موفق شد که رهبران نظامی اختیار داشتند تصمیمات استراتژیک رو بدون دخالت مداوم سیاسی اتخاذ کنند. اما نکته جالب اینجاست: سبک ارتباط مستقیم ترامپ شاید در برخی جهات واقعاً روحیه رو تقویت کنه.
تجمع‌های او، اعتماد به نفسش و وعده‌هاش مبنی بر اینکه انقدر پیروز خواهیم شد که از پیروزی خسته میشوید، همه اینها میتونن برای روحیه جنگی فوق‌العاده مؤثر باشن. گفتگوهای کنار شومینه روزولت آرامش بخش و اطمینان دهنده بودن. رویکرد ترامپ تهاجمی با اعتماد به نفس و عملگر. اما کشوری که بعد از پرل هاربر تشنه انتقام بود، شاید دقیقاً همین چیزی بود که مردم می‌خواستن بشنون. می درباره یه موضوع حیاتی صحبت کنیم: فناوری نظامی. جنگ جهانی دوم با نوآوری، رادار، رمزگشایی، بمب‌افکن‌های دوربعد و در نهایت سلاح‌های هسته‌ای به پیروزی رسید. سابقه تجاری ترامپ نشون میده که او عاشق پروژه‌های جسورانه و پرزرق و برقی است که نتایج ملموس به بار میارن. اینجاست که اوضاع تغییر میکنه. افزایش بودجه عظیم برای پروژه منهتن حتی بیشتر از آنچه واقعا اتفاق افتاد. توسعه هواپیماهای جت عملیاتی شدن تا سال 1943 به جای 1944. برنامه‌های موشکی که مستقیما با VMN-های دوهای آلمانی رقابت میکنن. اما اینجا یک معامله وجود داره. سوابق ترامپ نشان میده که او برنامه‌هایی را که نتایج فوری ندارن حذف میکنه. چیزایی مثل رمزگشایی، کارهای نامرئی و بی‌زرق و برق، لوجستیک و زنجیره تامین، کارهایی که خسته کننده اما حیاتی ان، برنامه‌ریزی استراتژیک بلند مدت که خیلی چند پیش میرود. کارشناسان نظامی هشدار میدن که جنگ‌ها فقط با سلاح‌های شگفت‌انگیز برنده نمیشن. متفقین به خاطر لوجستیک برتر، اطلاعات قوی‌تر و تولید صنعتی پایدار پیروز شدند. ترجیح ترامپ به راه‌حل‌های بزرگ و زیبا به جای اصول خسته کننده ممکن است با وجود فناوری بهتر در واقع جنگ و طولانی‌تر کنه. حالا به شوکه کننده ترین افشاگاری این سناریو میرسیم. چه بلایی سر هولوکاست میاد؟ این تاریک ترین بخش خط زمانی جایگزین ماست و باید مستقیما با آن روبرو شویم. در تاریخ واقعی ما نیروهای آمریکایی در سال 1945 اردوگاه‌های کار اجباری را آزاد کردند. دنیا اون وحشت‌ها رو دید. دادگاه نورنبرگ برگزار شد. هرگز دوباره به یک تعهد جهانی تبدیل شد. اما در خط زمانی ترامپ، اگر آمریکا هرگز به اروپا حمله نکند، اگر ترامپ با هیتلر صلح جداگانه‌ای مذاکره کند و تمرکز کاملا روی ژاپن بماند، هولوکاست بدون هیچ مانعی ادامه پیدا میکنه تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سرانجام آلمان را شکست دهد که شاید تا سال 1946 یا 1947 طول بکشد. این یعنی 1 تا 2 میلیون قربانی یهودی بیشتر. حتی بدتر از آن، بدون حضور نیروهای آمریکایی که اردوگاه‌ها رو مستندسازی کنند و بدون فشار آمریکا برای اجرای عدالت، ممکن بود ابعاد کامل جنایات نازی‌ها توسط تبلیغات شوروی پنهان یا کم اهمیت جلوه داده شود. ممکن بود دادگاه‌های نورنبرگ هرگز برگزار نشند. ممکن بود حقوق بین‌الملل بشر به همین شکل فعلی توسعه پیدا نکند. تشکیل کشور اسرائیل هم ممکن بود به تعویق بیفتد یا اصلاً اتفاق نیفتد. اینجاست که مورخان نظامی بر یک نکته تاکید میکنن. تصمیم روزولت برای اولویت دادن به آلمان با وجود اینکه ژاپن به ما حمله کرده بود، از نظر اخلاقی بسیار حیاتی بود. این تصمیم یعنی آمریکا متعهد شد جلوی نسل کشی را بگیرد، نه فقط انتقام پرل هاربر را بگیرد. آیا ترامپ با توجه به فلسفه مستند اول آمریکا و رویکرد معاملاتیش به سیاست خارجی همان انتخاب را میکرد؟ پاسخ صادقانه احتمالاً منفی است و همین همه چیز رو تغییر میده. پس نتیجه نهایی این تاریخ جایگزین چیست؟ واقعیت این است: ریاست جمهوری ترامپ در طول جنگ جهانی دوم احتمالاً باعث توسعه سریعتر سلاح‌های هسته‌ای، پیروزی زودتر بر ژاپن شاید تا سال 1944، تلفات کمتر آمریکایی‌ها در اقیانوس آرام، اما همچنین جنگ طولانی‌تر یا حتی عدم جنگ با آلمان نازی، میلیون‌ها قربانی بیشتر هولوکاست، نظم بین‌المللی ضعیف‌تر پس از جنگ و احتمالاً اروپایی تحت کنترل نازی‌ها برای سال‌های بیشتر می‌شد. سوال نهایی این است: آیا پیروزی سریعتر آمریکا ارزش این رو دارد که اروپا رو به هیتلر واگذار کنیم؟ روزولت گفت نه. او معتقد بود آمریکا موظف به مبارزه جهانی با فاشیسم است، حتی به قیمت جان آمریکایی‌های بیشتر. فلسفه ترامپ نشان میده او منافع محدود آمریکا رو اولویت میداد: انتقام پرل هاربر، حفاظت از خاک آمریکا و حداقل کردن تلفات. هیچ یک از این رویکردها صرفاً درست یا غلط نیستند. اینا نمایانگر دو دیدگاه کاملا متفاوت درباره نقش آمریکا در جهان هستند. یک نکته پایانی:
دنیایی که امروز در آن زندگی می‌کنیم، ناتو، سازمان ملل، قوانین بین‌المللی حقوق بشر، اتحادیه اروپا، همه اینا تحت تأثیر نحوه جنگ و پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفتن. اگر رئیس جمهور را عوض کنید، نه فقط جنگ بلکه کل دنیایی که بعد از آن به وجود آمد را تغییر میدید. حالا میخوام نظر شما رو بدانم. فکر میکنید رویکرد اول آمریکا ترامپ میتوانست جان آمریکایی‌ها را نجات دهد یا اینکه تعهد اخلاقی ما برای توقف هولوکاست رو زیر پا میگذاشت؟ نظراتتون رو پایین همین پست بنویسید. این سوال پیچیده‌ایه و جواب ساده‌ای نداره. واقعا دوست دارم بدونم شما چی فکر میکنید. و اگه این تاریخ جایگزین ذهنتون رو منفجر کرد، تصور کنید چه چیزای دیگه‌ای میتونست تعبیر کنه. ممنون که تماشا کردید و توی ویدیوی بعدی میبینمتون.